احتمالاً نمیدونستید که خوابیدن تاق‌باز مادر باردار مخصوصاً در اوایل بارداری هیچ خطری نداره. این نگرانی برای مادران باردار همیشه وجود داره، حتی موقعی که برای سونوگرافی میان و ما میگیم تاق‌باز بخواب که سونوت کنیم میگن خطری برامون نداره. باید بگم که خیر، در 3 ماهه اول که هیچ خطری نداره وقتی جنین کوچیکه، ولی جنین که بزرگتر میشه مثلا 28 هفته به بعد 30 هفته به بعد به خاطر اثر فشاری که روی عروق مادر داره، اصطلاحاً IBC سیاه رگ بزرگی که در بدن مادر وجود داره، بازگشت خون رو دچار اختلال میکنه و اون موقع هستش که باید در واقع مادر سعی کنه به پهلوی چپ بخوابه. منتها اگر پیش اومد که حالا در طول خواب بیدار بشین و ببینین تاق‌باز خوابیده بودین، یهو استرس نگیرین و نگران نباشین. مدت کوتاهی تاق‌باز خوابیدن هیچ ضرری ایجاد نمیکنه.